این پدیده بیداری اسلامی جدا پدیده بی‌نظیر در تاریخه که یک کشور قیام میکنن، رئیس جمهورشون مفتضحانه فرار میکنه. حالا بی‌نظیرتر از پدیده بیداری اسلامی این پدیده چرت جمهوری اسلامی است که این روزها بدجور پاره شده. رئیس جمهورها یکی یکی دارن غرق میشن که کارشناسان چک کردن دیدن لباس شناهاشون سوراخ بوده. کشورهای دیگه به صحنه میان، مصر به صحنه میاد، بحرین به صحنه میاد، یمن به صحنه میاد، لیبی به صحنه میاد، سوریه به صحنه، ببخشید، صحنه به سوریه میره. اصلا سوریه ربطی به صحنه نداره. اگر صحنه داره خب باید حذف بشه تا تو نماز جمعه بشه پخشش کرد. دو، دیکتاتورها دو راه بیشتر ندارند. دیکتاتورهای منطقه، راه اول اینه که از مرکب غرور پیاده شن و بیان همشون دست جمعی سوار مقام عظمای ولایت بشن. البته مشکل این راه حل اینه که خود مقام عظما داره پیاده میشه. ملت ها تشنه خون این دیکتاتورها هستن. جواب خون این دیکتاتورها رو کی میخواد بده؟ همونطور که مقام عظمای ولایت فرمودن آزمایشگاه خیابون تخت جمشید قرار جواب همه این خونها رو و بقیه آزمایش ها رو بده. راه دومم اینه که مقاومت کنن، در برابر مردم بایستن، مردم را گلوله باران کنن، مثل دیکتاتور لیبی مخالفینش را یه مش معتاد بخوانه، مخالفینش رو موش صدا کنه و امثال اینها، که این بهترین راه برای همه دیکتاتورهاست. و ما تایر به سرها، ما غیر تو کمرها، ببخشید اینو مثل که دفعه قبل گفته بودم، این ورژن جدیدش رو تقدیم حضورتون میکنم که میگه ما عبا به دوش ها، ما بله بله گوش ها، که رفتیم زیر دوش ها، کجا سوراخ موش ها، بیا قربون بله. اون قفسی که با اون قفس فرعون مصر محاکمه شد در انتظار همه دیکتاتورهای منطقه است. حالا در مصر یک قفس بود، در کشور عزیز ما یک باغ وحش کامل رو خواهیم داشت. محمود عنتر هست، جنتی موش هست، اون یارو کوسه هست، انواع و اقسام دایناسورها رو ما اینجا در صحنه داریم. بنده هم که خرچنگوار در خدمتتونم و ما همه اینها رو مرهون زحمات امام هستیم. اماما به خاطر تمام چیزهایی که دادی، ندادی، دادی پس گرفتی، ندادی بعدن دادی، اصلا ندادی بعدن هم میخوای بدی، بعدن میخوای بدی بعد پس بگیری، اگه بدی پس میگیری، پس گرفتی دادی، پس گرفتی بعدن میخوای بدی، اگه میدادی بعدن پس میگرفتی. خلاصه سرتون رو درد نیارم و السلام علیکم. احوال آقا چطورین شما؟ حال شما خوبه؟ سلام برسونید خدمت خانواده.